سرسرم از اوست درباره خدای خدایان در تحلیل چیدمان جدید خبرگان، کارشناسان اخبار سیاسی اون رو مجلسی مطیع تر از قبل ارزیابی کردند. من که سر در نمیارم مطیع تر از قبل مگه اصلا ممکنه؟ مطیع تر از اعضای خبرگان قبلی دیگه میشه همون در و دیوار و صندلی های مجلس دیگه. البته همون کارشناسان محترم از طرفی هم میگن که مجلس خبرگان هیچ کاره است و از بیرون بهشون دیکته میشه که تصمیمشون چی باشه و اینم درست به نظر میاد. اما سوال اینه که اگر این مجلس هیچ کاره است، پس چرا رژیم اینقدر حساسیت به خرج داده و مثلا افراد معروف مثل روحانی رو از لیست حذف کرده؟ خب حالا که هیچ کار است میذاشتن که اونا هم باشن دیگه، اون اصلاح طلبا هم باشن تا رقابت ایجاد بشه و صندوق ها اینقدر خالی از رأی نباشند. خب پاسخ خود من اینه که اگرچه درسته که تصمیم ها رو دیگران در خارج از مجلس خبرگان میگیرند، اما همونها میخوان خیالشون راحت باشه که در اون روز تعیین کننده در مجلس خبرگان هم هیچ نخاله‌ای پیدا نمیشه که بخواد احیانا جور دیگه ای حرف بزنه. رژیم ترجیح داد که از خیر تبلیغات پرشور بودن انتخابات و این حرفا بگذره، در عوض برای اون روز موعود که مجلس خبرگان به کار میاد خیالش بابت همه چیز راحت باشه. اما خب بگذارید روی 2 نکته فکر کنیم، اینکه چه کسی جایگزین میشه و اینکه اون روز مردم احتمالاً چه واکنشی نشون میدن. البته حواسمون هست که هرچه ما بگیم و یا دیگران بگن همه حدس است و احتمال. خب در اون روز موعود به رأی اسرائیل 1 نفر حذف میشه، اما بقیه اونهایی که در قدرت هستند نمیخوان که شرایط تغییر کنه، چون با این شرایط با این سیستم به قدرت رسیدند. اگه یک فردی با یه تفکر دیگه‌ای به اون قدرت رهبری برسه، خب ممکنه نوندونه اینها رو خراب کنه. مثلا ممکنه اینا رو کنار بزنه و اطرافیان و طرفداران خودش رو دور این سفره پول و قدرت جمع کنه. برای همین معمولاً دیگر اعضای قدرت دوست ندارند که تغییری رخ بده، دوست دارن همین شرایط حفظ بشه. در دیگر رژیم‌های زورگو هم می‌بینید که مثلا در سوریه حافظ اسد مرد، وقتی فرزندش جاش اومد همون شرایط حفظ شد، چیزی تغییر نکرد. یا مثلا در کوبا این فیدل کاسترو کنار رفت و برادرش اومد، چیز خاصی تغییر نکرد. در این رژیم کوفتی هم قاعدتاً اگه فرزند رهبر جای رهبر بشینه، این شرایط بدون تغییر خاصی برای قدرت مداران رژیم حفظ میشه. پس با این حساب اعضای رژیم باید با قدرت گرفتن مجتبی موافق باشند و البته که نظر خود رهبر هم لابد همینه. اگرچه نمایندگان رهبر الکی میگن که نه، رهبر موافق نیست چون میگه شبهه موروثی بودن رهبری مطرح میشه. خودمونیم، این پرت و پلاست. شبهه مادام العمر بودن رهبری مطرح شد، چی شد؟ هیچ. اینم مثل اون. خامنه ای روز اول هم از همین اداها و فروتنبازی ها در آورد. همش فیلمه. اونم از خداشه که مجتبی نفر بعدی باشه، طبیعیه. اما از طرف دیگه هرچقدر رهبر ضعیفتر باشه، سپاه بیشتر یک تازه قدرت خواهد بود. مجتبی به نظر مار افعی میاد، خیلی ضعیف نیست. این مدت هم پوست کلوف کرده، با تجربه شده، در قدرت 0 کیلومتر محسوب نمیشه. شاید بزنه کاسه کوزه بقیه رو به هم بزنه. لزومی نداره که حتما حرکت خاصی کنه، فقط کافیه که مثلا مسئولان رد بالای نظامی رو عوض کنه. خب الان همین مسئولین نظامی هستند که قدرت دارند و میخوان خودشون تعیین کنن که نفر بعدی کی باشه. مسلم اونها بیشتر میتونن روی افراد ضعیفی مثلا همین رئیسی تسلط داشته باشند تا یکی مثل مجتبی.
حتما مسئولین نظامی این ترس رو دارند که رهبر بعدی نکنه با یک حکمی اونها رو کنار بزنه. اصولا در سیاست همیشه این قاعده حکم فرماست که وقتی مثلا شما باعث بشید که من به قدرت برسم، من بعد از این که به قدرت رسیدم ها تلاش میکنم که قدرت شما رو از شما بگیرم. چرا؟ چون میترسم همونجور که شما منو به قدرت رسوندید یه روزی هم منو پایین بکشید و یکی دیگر رو به قدرت برسونید. برای همین این به نوعی حفظ موقعیت هست. همین هاست که میگن سیاست پدر مادر نداره دیگه. حالا اگه مجتبی با رأی این مسئولین نظامی رهبر بشه، بعید نیست که همین مسئولین نظامی رو عوض کنه. حتما این کار رو میکنه، کما اینکه خامنه ای هم این کار رو کرده. اما اگه یک آدم ضعیف جایگزین رهبر بشه، نه دیگه جرأت چون این کاری رو نداره. پس بعید نیست که سپاه اصلا موافق اومدن مجتبی نباشه و این اختلاف بین رهبر و سپاه در پشت پرده رژیم باشه. اگه اونا اختلاف نداشتند به نفعشون بود که جانشین رهبری رو معرفی کنند تا در اون روز موعود کوچکترین تنشی بهشون وارد نشه. اما میبینید که رژیم کسی رو اعلام نمیکنه، لابد چون اختلاف وجود داره. یهو باید اون روز موعود تصمیم نهایی گرفته بشه. اون روز خامنه ای مرده، پس رأی سپاه قدرتمندتره. اعضای خبرگان هم که مطیع و سربراهند. حالا باید دید که الان مجتبی چقدر با مسئولین سپاه رفیقه و چقدر تونسته که اعتماد اونها رو جلب کنه. به هر حال یک سری مقدماتی رو برای مجتبی چیدن. او میدونید که در زمان مرگ خمینی طبق قانون یک مرجع تقلید، یعنی یک آیت الله العظما باید رهبر میشد، اما یهو یک حجت الاسلام رو رهبر کردند. اگرچه از همون شب اول الکی بهش آیت الله هم گفتند، اما مثلا آیت الله منتظری در نامه‌ای که اون موقع با کلی تأخیر صادر کرد، خامنه ای رو همون حجت الاسلام خطاب کرد. اونها با استفاده از قدرت حاکمیت خامنه ای رو یک شب آیت الله و بدو آیت الله العظما کردند. خب اما اخیراً دیدم که مجتبی رو در پستری آیت الله خطاب کردند. معلومه که میخوان مجتبی مثل باباش در روز موعود دچار سرخوردگی نشه. اما با این وجود جایگزین بودن اون لزوماً قطعی نیست تا سپاه چه تصمیمی گرفته باشه. خب حالا سوال اول من اینه که آیا برای مردم فرق میکنه که مجتبی باشه یا کسی دیگه؟ و سوال دوم این که فکر میکنید که واکنش مردم در اون روز چه خواهد بود؟ هم برای حالتی که در اون روز مجتبی به قدرت برسه و هم برای حالتی که کس دیگه‌ای به قدرت برسه. واکنش مردم چه خواهد بود؟ خب مایلم ابتدا نظر دوستان عزیز رو بخونم، بعد اگر خواستید من هم نظر خودم رو خواهم گفت. منتظر پیام هاتون هستم. بدرود دوستان.